20 ایول پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی به دهات پنجاب ناحیه میر سعید علی حمدانی تشریف آورده با استفاده مقصدناک زمین در جمعیت دارای مسئولیت محدود تاج اگرو شناس شدند. هدف بازدید از خواجگی شناسایی با رفت اجرای دستور و سفارش‌های پیشوای ملت بابت رشد ساحه باغ و تاک‌پروری، تامین امنیت عضوخواری، تأسیس جایهای کاری و افزایش صادرات محصولات به خارج می باشد. اطلاع داده شد که با مقصد عملی گردانیدن دستور و هدایت‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای تامین امنیت عضوخواری از جانب جمعیت دارای مسئولیت محدود تاج اگرو در زمین‌های خواجگی پرورش خوب باغ و تاکزار اینتنسیوی به صادرات نگرانده شده براه مانده شده است. شرکت وطنی تاج اگرو در اختیار خود 75 گکتار زمین کارم آبی دارد که از آن 72 گکتارش را باغ و تاکزار اینتنسیوی تشکیل می‌دهد. در جمعیت دارای مسئولیت محدود تاج اگرو 150 نفر دائمی و بیش از 450 کارگر به طور موسمی به کار مشغولند. ضمن شناسایی با فعالیت خواجگی به پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان نتیجه کار و ثمره مهنت باغ و تاک‌پروران معرفی گردید. اطلاع داده شد که در میدان 50 گکتار برای اجرای دستور و توصیه‌های پیشوای ملت به طور سنجشی پرورش انگور نوع‌های به طلبات جهانی صادراتی جوابگو که از کشورهای اروپایی و چین آورده شده است براه مانده شده است. سنجش نشان داد که اقلیم و شرایط این محل برای رشد تاک‌پروری مساعد است. از این رو باغداران وظیفه‌دار شدند که در آینده باز در میدان 50 گکتار دیگر پرورش همین نوع‌های صادراتی انگور را راه اندازی نموده با پهن کردن این تجربه در شهر و ناحیه‌های دیگر کشور مساعدت نمایند. برای این کار در خواجگی الکه پرورش قلمچه‌ها وسیع برآ مانده شده است. از قلمچه‌هایی که حالا آماده است امکان است که در میدان 30 گکتار تاکزار نو بنیاد کرده شود. با این راه صدها جای نوی کاری تأسیس داده می شود. همچنین حجم استحصال و صادرات افزون گردیده به تامین امنیت غذایی کشور سهم نمایان گذاشته می شود. طور عیان گردید تاکزار الکه در سال دوم دارای حاصل خوب بوده. امکان است که از هر یک گکتار تا 20 تانه حاصل جمع آوری شود. در سال سوم از روی نقشه تا 1000 تانه و از سال 2027 تا 1500 تانه انگور از هر یک گکتار جمع آوری خواهد شد. باید گفت که این نوع‌های انگور از قبیل اوتر بهترین ها در جهان بوده، از جمله با سبب قندناکی نه چندان زیادشان طلبات با آنها در خارج کشور خیلی زیاد است. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به خواجگیداران برای در آینده زیاد نمودن میدان باغ و افزایش دادن حجم استحصال میوه دستور و سفارش‌های مفید دادند. باغ اینتنسیوی سیب در جای باغ کهنه با استفاده از نهادهای سیرحاصلی به اقلیم موافق بنیاد گردیده است. جمعیت مذکور در مساحت 4 گکتار زمین برای پرورش زراعت‌ها و درختان سیتروسی 2 گرمخانه دائم عمل کننده و 1 سردخانه بنیاد نموده است. عین حال در گرمخانه‌ها پرورش پمیدور، بادرین، قلنفر و دیگر نمود زراعت‌ها جریان داشته حاصل آن به اهالی ناحیه پیشکش گردیده است. سرور دولت محترم امامعلی رحمان ضمن شناسایی اقدام خواجگیداران را برای تشکیل گرمخانه‌های زمانوی و به این وسیله در تمام فصل سال تامین کردن طلبات ساکنان با محصولات تر و تازه به منفعت ارزیابی نمودند. خواجگی امکان دارد با استفاده از حاصل فراوان محصولات استحصال کرده خود بازار داخلی را با میوه و سبزیجات و پالایزی تامین نموده در برابر این صادرات را به خارج کشور نیز براه ماند. در خواجگی تاج اگرو در مساحت 50 گکتار انگور است و همه انگوری که ما داریم و از خارج کشور وارد کردیم همه اینها سورت‌های بدانه، سورت‌های صادراتی می باشد که در تاجیکستان و در منطقه آسیای میانه با این مساحت با این قدر سورت‌ها ممکن یگان کارخانه نداشته باشه. همه این سورت‌ها
از ایتالیا ما وارد کردیم و همچون طرزی شناندن و نگاه و بین اینها با اصول نوی که همین روز علم به او رسیدگی خیلی که در ایتالیا و کالیفرنیا پرورش میکنن، ما با همون اصول پرورش میکنیم. نوهای انگوری که ما پرورش میکنیم اواتار، بلک ماجیک، ستارلایت، فلیم سیدلس، پرایم سیدلس، سوپریر شوگراوان، تومسون H4 و الیسون و دیگر نوها و از اون جمله شاین موسکات که یکی از بهترین سورت های انگور به حساب می رود، ما در کارخانه خودمان پرورش میکنیم. عینی حال ما 4-5 متخصص خارجی داریم که همیشه در همین کارخانه ما هستند. با مشورت مصلحت های همراه ما همین پرورش انگور رو پیش میبریم. مقصد از پرورش انگور در خواجگی اولا این سهم خودمان ما میخواهیم که در همین منطقه و در اقتصادیات کشاورزی تاجیکستان بگذاریم و اقتصادیات همین منطقه را بلند کنیم، جای کاری تامین کنیم و این بازار داخلی را تامین میخواهیم بکنیم و با دیگر دولت ها صادر کنیم. پرورش درختان سیتروسی در گرمخانه ها در حالت خوب قرار دارد. برای نگهداری حاصل میوه باغ و تاکزار خود در جمعیت مذکور سردخانه با غنجایش 1000 تن محصولات بنیاد شده است. اینچنین از جانب جمعیت دارای مسئولیت محدود تاج اگرو سیخ کارکرد اصل به راه مانده شده است. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ضمن شناسایی با فعالیت اهل زحمت جمعیت دارای مسئولیت محدود تاج اگرو با اقدام شایسته خواجگیداران بهای بلند داده آنها را به استفاده مقصدناک و عاقلانه زمین، رویاندن حاصل فراوان محصولات کشاورزی به خصوص سبزیجات بروقتی و تامین بازار استعمالی و رشد ساحه هدایت نمودند. در ادامه شناسایی با فعالیت خواجگی، پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان از نمایشگاه محصولات کشاورزی بازدید به عمل آوردند. در نمایشگاه از جانب زمینداران خواجگی نامگوی زیادی محصولات کشاورزی از جمله کارتوشک، پیاز، سبزی، غله‌دانگی ها، میوه و سبزیجات و پالیزی معرفی کرده شد. توجه سرور دولت نسبت به خواجگی و علل خصوص بر تاک پروری خیلی زیاد است و محترم سرور دولت میخواهند که تاجیکستان از ساحه کشاورزی یکی از در مساف یا در برابر دولت‌های پیشرفته این ساحه باشند. باد و هوا، آب و زمین تاجیکستان یکی از بهترین زمین و از بهترین خاک و از بهترین باد و هوا به حساب می رود که ما در برابر کشورهای اروپایی مثل ایتالیا و مثل اسپانیا و یکی از ولایت‌های بایترین امریکا که کالیفرنیا از حساب کشاورزی خیلی اقتصادی بلند دارد، تاجیکستان هم همچون میتواند که از حساب کشاورزی اقتصادی خودش بلند کند و خواجگی دهقانی میتواند در تاجیکستان یک سهمی بزرگی را بگذارد. محترم سرور دولت بار چهارم است که به کارخانه ما تشریف می آورند و این همه پیشرفتی و همه بهبودی هایی که امروز شما مشاهده میکنین، همه اینا با دستگیری و توصیه های محترم سرور دولت هستند که اینقدر یک گوشه تاجیکستان اینقدر پیشرفت و زیبایی و در این منطقه جای کاری تشکیل شدگی که زیاده از 400 تا 500 کارگر در کارخانه ما کار میکنند. باید گفت که در ناحیه میر سعید علی حمدانی با مقصد استقبال سزاوار جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در سال 2025 51 انشاءات به نقشه گرفته شده. تا این دوره 44 انشاءات تعییناتش گوناگون با تأسیس 114 جای کاری به مبلغ 297 میلیون و 809 هزار سامانی ساخته به استفاده داده شد که 86% نقشه را تشکیل می‌دهد.
از جمله از جانب ساکنان ناحیه به خصوص صاحبکاران با ننگ و ناموس انشاءات مهم و تعیینات گوناگون از قبیل مکتب، مؤسسه‌های تا مکتبی، بنگاه‌های طبی، کارخانه‌های استحصال مسائل ساختمانی، انشاءات آبرسانی، میدانچه ورزشی، راه‌های ماشینگرد، پل‌ها، خط برق، مرکزهای سودا و خدمت رسانی بنیاد و مورد استفاده قرار داده شد.